آخه چه برف خوشگلی. کلامم ندارم میزنم سریع. کشف جسد زنی 47 ساله در بیابان‌های اطراف شهر که با الگوی مشابه در هفته‌های اخیر به قتل رسیده است، شمار قربانیان این رشته قتل‌ها به 4 نفر رسید. به گفته سرهنگ محسنی، معاونت اداره آگاهی استان، بررسی‌های انجام شده توسط پزشکی قانونی نشان می‌دهد بدون شک هر 4 قربانی با یک روش به قتل رسیدند. وی در ادامه هشدار داد در حال حاضر مشغول تحلیل الگوی رفتاری و انگیزه‌های احتمالی قاتل یا قاتلان هستیم و با توجه به اینکه هر 4 قربانی این پرونده زنان میان سال هستند، بانوان منطقه در این بازه سنی باید بیش از پیش مراقب خود باشند. گذشته رسانه‌های محلی از قتل فجیع دختری 13 ساله خبر دادند که به دست پدرش باداست در خواب سر بریده شد. بر اساس این گزارش، پس از دستگیری این دختر که همراه پسری 28 ساله از منزل فرار کرده بود، مامان 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 چیه؟ دستت سرده. چی شده مامان؟ خب دیدم مرده بود. من جایی بودم خیلی ترسیده بودم، تنها بودم. دیروز که داشتیم من رو برمیگشتیم خونه، یه بچه گربه دید مرده بود، گلوش هم زخم شده بود. من نورا میگفت کارش شغال است. تو نباید میومدی مراسم خاله بدری. دوست دارم همهشون بمیرن. همه خاله ها؟ نه همه شغالا.
دیر نشه مامان. کم دیگه بخوابم. مامان فکر کنم هم تا جیش داره. باشه تا ببرش باشه. ای باد دخترم بیدار شده. دیش نکنه تو بردم کی آزادت کردن؟ دیروز. فاتحه یادت نره. فاتحه بود چه؟ چهلم خالت بود. چه روز شد؟ خوش گذشته بهت نفهمیدی چجوری گذشت. چی شد حالا ولت کردن؟ فهمیدن کار من نبود. خدا بیامرزه خاله بدری تو. کم نذاش واسه زندگی ما. هر کاری میتونست کرد که قشنگ گم بزنه به زندگی. چی کار به زندگی ما داشت بابا؟ خداحافظ. خداحافظ بابا جان. زود مامان یه چیزی میخوردی میرفتی. نمیخوام. چی شده مامان؟ بابای محمد علی میگه این کامیونتون از جلو در رد. کامیونم کجا بود ما؟ ببین بگو مال ما نیست. مال ماه مگه؟ الان میاد برش میداره. عجب خیلی این بچه. میگم مگه مال ماه؟ نه ترسادم کامیون دزدی که برنمی داره بیاره دم خونش پارک کنه. اون دم خونه که زن و بچه زندگی میکنن. چقدر که تو زن و بچه سرت میشه. این چه حساب کامیون تحویلتو دادن؟ اصلا کی کامیون به تو میده؟ گنجری گاراژتان گرفتن. چه گیری دادین هایی؟ از خوشحالی کردنته بابا. شوفر میخواستم منم رفتم پیششون. برای شما رو ماشین بردار خودم همونجا بگی بخواب. خیلی خوب بابا میرم. نگاه کن. چرا از این نمیدی؟ از کجا باید می اومدم؟ من نزدیکتره. خوف شد. چه خبره؟ چیه؟
خانم کار باحال همینجوری زده میری دیگه. فلاشر میزدی شما دوبله وایسادی. حالا مقصر من شدم. فلاشر نزدی دیگه. بابا شما داری دنده عقب میان. جلو بسته بود چیکار کنم؟ عجله داشتم مجبور شدم دنده عقب بیام. حالا چیزی هم که نشده که زدی گلگیرش. بابا زدی گلگیر رو در به داغون کردی ماشین رنگ نداشت که. من شرمنده روتونم. به خدا من باید برم بچه‌ام تو ماشینم. شما بیمه نماز فعلا مرد بیار. آقا نمیدونم من سوار قرازم خدا خیلی گرفتم. دخترم مسابقه دارم همینجورش هم دیرش شده کلی معطلش کرد. فکر کنم الان جای خبره دیگه. بچه مریض تو ماشین دارم اینجا مثل اینکه آدم کشته شده. بزنم سلامت. خدا خیرت بده ایشالا. 4 ستون تنت سلامت باشه. ایشالا سایت همیشه بالا سر زن و بچه‌ت باشه. ماشاءالله عالیه همینو باید بری. چیزی نمونده تا حالا. خیلی خوبه. حالم جا اومد. یعنی هر کدومتون انتخابی تیم ملی نیاین بالا با همین ماشین اینجوری این جوجه من عشق میکنه. نگاش من قربونش برم. من تولد میخوام فلانه گرفتم. خب حالا چوت که ننداز بس من شازده خانم یه طلا قلابه گرفتش دور رفت. به خدا اگه دبه کنی ها تنش پلاستیکیه نورا نه یه دردون بزن. ماما دیگه دوست دارم خیلی. هنانه بی جنبه نباش دیگه مامان. گفتم تولد میگیرم برات ولی کیک باری ماری تعطیله خودم درست میکنم. کیک خودم واسه تولد. واقعا هنانه تو میخوای دستپخت منو ول کنی؟ این چرک و چاقالای شاگرد قنادا رو بده به دوستات نورا. خاله دیدی؟ وای چقدر شبیه دوست نورا. این الان منم؟ آره دیگه معلومه شکل منه ولی من نیستم. حالا یه عکس میگرفتی جایی. این که بهتره هم از سر دست همونه. حالا هم اینجا صد نکنی. برید کنار. سرمایی قهرمان ها بفرمایید. هنانه مراقب خودت باش ماما. خب شیطونی نکنی ها. باشه. خدافظ عزیزم. خدافظ. مرتضی سلام. مامان کجا؟ سلام. بابات نیومده؟ بابا الان. بچه‌ها بیاین بالا ما میریم بیرون زود برمیگردیم. نمیدونم عزیز کجا مون. سلام. شیما چی شده؟ مرتضی تو کجایی؟ خوبه بهت گفتم که زود بیا. چقدر زنگ بزنم تو خودتو برسونی. بیا بریم ببینیم عزیز کجا مونده. کجا بریم؟ نمیدونم. مگه نگفتی رفته امامزاده؟ صبر کن دیگه برمیگرده. خیلی وقت پیش باید برمیگشت. نکنه تصادفی چیزی کرده باشه. اتفاقا یه تصادفم شده بود. کی؟ الان که نه یه چند ساعت پیش وقتی داشتیم رفتیم باشگاه. بدبخت شدیم. بیا بریم. آخه این چه حرفی بود زدی تو الان دخترم؟ میای یا خودم برم؟ میام الان. نیست. خدافظ. به سلام.
بیایم من میبرمش. خودم میبردم. بیایم مدالو گرفتی؟ آره. چی؟ خودت دست بزن. برونز؟ نقره؟ نه خدایی طلا گرفتی؟ ایول رفت تیم ملی پس. نه بابا حالا که تا تیم ملی. میری؟ کجا؟ تیم ملی دیگه. یه آب دنیا چکه من یاد میدادی حداقل. حالا بعداً یادت میدم. خداحافظ. خداحافظ. سلام. چقدر زود برگشتی؟ می‌آوردم خودم این چه رو هم تو خوابه؟ آره. مامان بزرگ نورا گم شده. گم شده؟ بچه هست مگه گم شده؟ پیرام گم میشن دیگه. کجا گم شده؟ اگه میدونستن که خوب بود. یه نمیگفتن گم شده. رفتن دنبالش بگردن. بابای نورا هم منو رسوند. مهمونشون هم کامل به هم خورد. انقدر نمک نزن. هماسه که درست میگن اصلا نمک نداره. بس مامان اینو باز کن. بخور تو اول. داری میریزی. خب ای خب بزش تو ماشین. من شورمش. بهت میگم دست نزن گوش کن دیگه. چون در نایمالی شروع کرد. البته من چه غلطی میکنه. ریختشو ببین چه کوفتی زدی این حالت کرده ها. اینا چیه؟ اینا مال کیه؟ بدبخت بار دستی که بدبخت جلد دوست. تو رفتی نداره. خاکستر من کنم که جلو کل اینا تمام بایزن در تو بشه. در تو الدن بشم. موزه هیچی. نداری بدبخت. من تو رو میدارم. این ارد هیچی رو نداری. نمیزه بردود کنی. نمیبر دوست کن راحت شی. ناهید درو باز کن. هنانه درو باز کن. هنانه چیزی نیست بابا. چیزی نیست. مربس هست داره بابا. بردار تا سکته نداد. ناهید ببین بعد بلای سرت میارم. شنیدی چی گفتم؟ بعد بلای سرت میارم. ترسیدیم قربونه برم. من اینجا ماما. من اینجا هیچی ندارم.
بابا تو منه باز میترسی ازش؟ چرا شما نمیخوابیم؟ خوابم نمیبره. چرا اینجا خوابیدی ماما؟ برش برو سر جا خاموش. چند دقیقه میرم زود برمیگردم. ببین نذاری جریمه کنه ها. باشه فرما رو ببرید پر کنید، یه پیش فاکتور هم از هر کجا که خرید میکنید بگیرید و برای من بیارید. بعدم میرید تو نوبت. ببخشید رو بودم سر کار نظر سرم شلوغه اینجا. ببخشید پیش فاکتور نزدم نوشته. خانم پیش فاکتور؟ آره دیگه عزیزم، من لباسشویی، گاز، یخچال، هر چی که میخوای بخری یه پیش فاکتور برای من بیار. بله. محسوبین امتاش درسته؟ آره عزیزم اینجا رو امضا کن، اینجا برام یه اثر انگشت بزن، اون طرفش هم برام اثر انگشت بزن. آره. نه من دیگه اصلا کاری ندارم. خب خانم با 3 تومن یکیش هم نمیشه خرید که. عزیزم از سقف وام اینجا همین قدره دیگه. حالا شما برو مدارک تو بیار، منم هر کمکی بتونم میکنم که شما زودتر وامتو بگیری. ضامنم میخوادا. ببین رو پنجه وای نستا، یه بار دیگه بزن. آفرین بدو سریع یکی دیگه. آفرین ببین قشنگ زانوتو خم کن. میای نورا. آفرین نورا بچه یه لحظه بیا دفتر کارت کن. سلام. سلام. این رو سرت چیه سرت کردی؟ اصلا بهت نمیاد. کجا بودی این وقت شب؟ به تو چه؟ بگو آره. آره. آفرین. هنانم اومد. وای ماما چقدر گنده است رو سرت. داشتم خفه میشدم. حالا این مشکی نازک برات میگیرم ماما لازم میشه. این میگی فقط. خب بگی دیگه. حالا لابد دوره تولدم نمیاد. سکته کرده بود؟ نه تو خیابون کشتمش. طلا و علنگوهاشم دزدیدن. اونجا هیسیس میکردن ما نشنویم. ولی ما که میشنیدیم. مثل اینکه پلیس بهشون گفته بود که به کسی نگن. ما تو رو خدا خیلی مواظب باشه، تو همش بیرونی. من که طلا ندارم مامان جان. خدا رحمتش کنه. خودم با یه خروار علنگو میره تو خیابون. اللهم صل على
سلام مادر. میشه من باهاتون بخونم؟ آره مادر چرا نمیشه؟ بیا تو هم بخون. بگو چی شده؟ من کم دلم گرفته. چرا دلت گرفته مادر؟ چی شده عزیزم؟ مادرم. مادرت چی؟ مرده؟ خدا رحمت کنه. مرگ واسه همه هست. ببخشید شما رو که دیدم یاد مادرم افتاد. اب نداره خدا رحمت کنه. خوب کردی اومدی اینجا. گریه کن سبک باشی. منم بچه بودم مادرم بود. اینجا خیلی خلوته. شما نمیترسین بیرون شهر؟ خیلی مواظب باشین تو رو خدا. میگن یکی از این جنازه ها رو همین اطراف پیدا کردن. خوبه حالا برو سه. الو حنان مامان. سلام. کسی نیومد دم در خونه؟ آها نه مامان جان چیزی نیست. غذاتون رو گاز گرم کنیم بخوریم. من شب یکم دیرتر میام. نترس بابا منم. چجوری اومدی تو ماشین؟ از در. دفعه آخرت باشه منو تهدید میکنی ها. یارو کیه؟ نمیدونم نمیشناسمش. آدم امیدیه؟ چکمک دستشه؟ حرامزاده شرخره. کجا؟ میدونم حرف حسابش چی؟ حرف حساب دارن اینا. بشین با ملکی میری گرفتاری درست میکنی. بشین خودش بالاخره میره دیگه. من نمیخوام دعوا کنم که باشه. محمود با تو هم میگم بشین. میگه الان این بدبختی درست میکنی گیر گورش بار منه. کاری ندارم. ول کن دیگه. چی زدی تو دوباره؟ کی بودی یعنی؟ تو از سریا پول گرفتی؟ کی؟ مامانت. واسه چی چک دادی بهش؟ چی میگی؟
میگم چرا رفتی از مامانت پول گرفتی چک دادی بهش؟ فکر کردی همتا با کدوم پولی ما بیمارستان بستری بود؟ خیلی خوبه بده من. کجا؟ من بچه ها رو ببینم زود میرم. همتا خوابه. من تو خواب میبینمش. حنانه که بیداره. بیداره که بچم. دختر خوشگلم بیداره. سلام. سلام. جونم چی داری نگاه میکنی ها؟ سلام. شام نخوردی؟ چرا هم تو خورده؟ خودت چرا نخوردی مامان؟ گفتم یه با هم بخوریم. چوبو کتلتی میاد. بذار گرم کنم بیا بشین بخور با حنانه. پس غذا تو گرم میشه من یه دوش بگیرم. که چی؟ نه من زود میرم. من صبح باید برم تهران بار بزنم. دختر زشت و فقط باباش دوست داره. من شام نمیخورم سیرم. تو چرا اینجوری میکنی با بابات؟ چیکار کردم مگه؟ خوب شدیم با هم. ما چرا قفل در رو عوض نمی کنی؟ من میترسم. از چی میترسی؟ 100 دفعه گفتی قفل در رو عوض میکنم. دیگه من به تو یه الف بچه جواب پس ندم که. بعدم تو کار به خوب شدن نشدن ما نداشته باش. منم 100 دفعه به تو گفتم حساب تو از من جداست. من و بابات با 2 کلم حرف حلال شدی، با 2 کلم حرف هم حروم. ولی شماها نه، تا آخر عمرت اون باباته، تو هم دخترشی. الان بلند شو برو سفره رو بردار بنداز، بابات اومد از همون بشینیم با هم شام بخوریم. تو مگه نمیخوری؟ من سیرم. پس من باشه حنانه من غلط کردم. میخورم. هزار بار از این روز ساله بهت زنگ زدم، یه زنگ نمیزنی بگی چیکار داشته این دختره؟ اومدم خونه نگاه دیوار جلو پایسته. برو شکر منو برده بیار. اگه آدم بودی وا نمیستادی روبروی ما که بری زن اون مرد که معتاد بشی دست کنه تو کیف مادرت پول برداره. مگه نگفتم به دور قرصه خواهرتو بده؟ خب قرصشو ندادی. مگه از اول معتاد بود من رفتم زنش شدم. بعدم دارم بهت میگم خونه راش نمیدم، نمیفهمی؟ از اولش هم همینطور بود. تو کور بودی نمیدیدی. مرد که دستش دارنج کرده تو کیف من زور زور داری تو چشمای من نگاه میکنی. برای اینکه زنش که 3 بار رگه بزن تو خود دو میگه بسته یه خورده خیلی رفت داشتی همون موقع برمیگشت. خود دادی؟ بزن میخوایی چیکار کنیم؟ دارن همین چکامو میذارن اجرا، بچه مریض خرج خونه اجاره نمیدارم، جون میکنم خرج زندگیمو میدم. خواستی گرفتار نباشی. رفتی چک منو به دست شرخه، تو خجالت نمیکشی؟ ده من چه دست داداشته؟ دست داداشمه؟ فکر کردی من خرم؟ تو چک دست داداشم میدی؟ بچه منو مفیدنش بود تو رو میزد. چیه؟ بریم ماما. حالا هر وقتم که یه چیزی گذاشتم کف دستت که بردی دادی دست اون مردی که دود کنه. برو مهرتو بذار اجرا.
یه گوشته بگیر. مامان جان بشینیم و الان میام. مامان تو رو با خودت نمیبری؟ نه مامان زود میام 5 دقیقه اومدم. مامان ببریش ببین حواست جمع کن پلیس اومد نذاری جریمه کنه. خب من چیکار کنم نمیتونم جلوشو بگیرم که. تعریف تسهیلات واحدهای آراینده‌ای برای کانی. آقای زنگره کجاست؟ و بعد هم انتظار داریم که ایشون در خصوص این خبر منتشر شده در مورد اختلاس توضیح بدن که آیا این اختلاس درست بود یا خیر؟ چگونه میشه که چنین رقمی اختلاس بشه؟ تکواندوکاران نوجوان ایران با کسب 3 مدال طلا، 1 نقره و 3 برنز نایب قهرمان جهان شدند. در پایان 11مین دوره رقابت‌ها که در بورنویل کانادا برگزار شد، در مجموعه دختران و پسران کره جنوبی بر سکوی نخست ایستاد. ایران دوم شد و روسیه عنوان سوم را کسب کرد. دوست داشتم بیا اینجا ببینم کجایی. خدا رو شکر جور شد دیگه. پول از کجا جور کردی؟ من گفتم خودم بهت میدادم، حالا عجله‌ای نبود که. عجله‌ای نبود، شما خیلی ما رو بردین زنگ زدید. بابا می‌خواستم خودتو ببینم. یه دقیقه بشین. آره من دخترم قرصاش دیر شده، حالش خوش نیست. بیارش دخترتم بیارش تو، یه دقیقه بشین، عجله نکن. بشین یه دقیقه خواهش می‌کنم. بابا کار داریم، بشین چای هم بخوریم. لطف کنین چکو بدین، من عجله دارم. باشه بابا این چک می‌خوای؟ چکشو. این چکشو. بشین یه دقیقه کارت دارم. یه چای بخوریم با همینم. بده من چک آقا. باشین. دست نزن به من، بده من چک رو بگم. چکو گرفتم ازش، چکو از امیدی گرفتم، تموم شد. کجا خانم نالی نشستی برای خودت؟ اونو دستی کنه تو سر این فلکه برسی. من کار دارم و برو پایین. 4 تا قدم جلوتره باید جلو که نمیدونی برگردی. بیا اینم میدون. قربون دست چپ میرم خیام. گفتی تو همین میدون دیگه آج خانم. این وقت شب من وسط خیابون پیاده نکن. به قرآن اگر بچه هم بفهمن من این موقع شب مادم بیرون ها من بیچارم میکنن. یه دقیقه میخوام پام از خونه بذارم بیرون ها میترسن گیر اون خدا نشناس بیفتم.
بگی منو کیه؟ بابا اصلا من جواب بده. من جواب نمیدم، خودت جواب بده. بگی دیگه. خوب بزن دیگه دوتاشو. الو بگو. خیلی خوب. چیه؟ یه دقیقه بیا بالا. بگو محمود چی شده؟ یه دقیقه بیا بالا، کارت دارم. چی شده؟ بگو چی کار داری؟ پسر حاج عباس رو دیدم. شروع کرد. ما صبح تو قهوه خونه دیدمش. میگه سال بابامه. خب الان من چی کار کنم محمود؟ حاضرشم بریم سال حاج عباس؟ نمیشه با حرف زد. اینا نمیتونستی پای تلفن بگی؟ یه پیشت باشه فعلا. چی؟ خجالت نمیکشی تو؟ اون دارم کار میکنم دیگه. حالا اونو داشته باش بازم بهت میدم. ما چرا نمیای؟ چی شده؟ بیا دیگه. چی شده میگم؟ بیام تو رو بر دستشویی. کوره ما هم برم تو منو پیدا میکنی بیا همتا رو ببر دستشویی. سلام. میگردم من بندیه میشه کدوم میشه؟ اینو؟ نه این کوچیک‌تره بالاییه. اینو؟ بله. خانم طالبی سلام. اومدی عزیزم دیگه فردا ایشان. نه تو خدا این فرم و پیش فاکتور رو براتون آوردم. قربون دست اینا رو بگیر از من دیگه این همه راه نیا. نظری هم آوردم براتون. بعدش هم هر جا بخوای بری خودم میرسونم. دست در نکن. ببخشید من گفتم شما برو عقب. این دره گیر داره سوارشی دیگه نمیتونی پیاده شی. آب میوه‌تو نخوردی اونم نظریه. قربون دستت هر جا تونستی نگه دار من پیاده میشم. اینجا؟ گفته خونت فردوسیه که این کلید سازی بازه باید کلید بدم درست کنم. خب بگیر بیا بعد برسونم. یه کار دیگه هم دارم ممکنه کارم طول بکشه. چی شده؟ زحمت کشیدی دستت هم درد نکن. به سلامت. چش تو ابرو
دوباره در فرو باز کردی؟ ما آماده شدیم. خوب شد مامان بیا. خیلی بزرگ کن مامان. من که خیلی بالاه. ایسون یکی دیدم. تولدت مبارک. مرسی ماما. اینم برای هم تو جون خوشگله نه فقط چون تولدته بخوانیم نه خیلی خوشگل شد. آخه من قربونه اون صورت خوشگلت درم تو دل خمنگینه قربونه اون دلت درم پاشو باز با من برست تا گل بریزم زیر پات تا به بالا سر آقا سویچه باشین ماشینشو بیار حرکت کن. دخترم شما با هم بیار. مگه نگفتی تو گرفتم؟ مگه نگفتی تموم شد؟ تا کجاست؟ حالا همه داریم. شما دخترم برو اونجا بگی بشین.
قضیه چک چیه؟ یه بدهی داشتم جور کردم. منو نگاه کن وقتی حرف میزنی. یه بدهی داشتم جور کردم دادم. چقدر بدهی داشتی؟ 30 میلیون. چجوری جورش کردی؟ کار کردم. مامانت شغلش چیه؟ معلم رانندگیه. ساعتی چقدر میگیره؟ ساعتیه دیگه. چقدر میگیره؟ نمیدونم. مامانت بدهکاریاشو بهت میگه؟ بهت نمیگه چقدر درآمد داره؟ با همین درآمد مگه نمیگی بدهی تو دادی؟ کی این چیزا رو به بچهش میگه؟ سوال منم همینه. بچه چرا باید از قرض و قلوب چک و این چیزا خبر داشته باشه اصلا؟ دیگه چی میدونه؟ مامان من هیچ کاری نکرده. بمونه یا بره؟ دخترم شما برو بیرون. نگران نباش. برم. برو. من کاری نکردم. نمیدونم چرا اونجوری ریختین تو خونه زندگی من. هیچ کاری نکردی؟ نه. چی کار کردم؟ اگه اینجوریه چرا به دخترت اسمش چیه؟ حنانه. چرا به حنانه گفتی بره بیرون اگه کاری نکردی؟ بله فعلا که بازداشت تحت بازجویی. ماشینش هم اینجاست. چند باری دیده شده. بله یه جریمه هم داریم تاریخش دقیقا با هم حوزه مطابقت میکنه. یه چیزایی هم تو خونه پیدا کردی. شاهد هم داریم یه چیزایی گفته. زنگ زدیم بهش فعلا نیست. رفته تهران خونه برادرش. ترسیده فکر کنم بنده خدا. حق هم داره. حالا گفتم هماهنگ کنن بیاد برای شناسایی. شما اگه لطف کنید یه دستوری بدین که احضارش کنن خیلی خوب میشه. مشخصاتش بله مشخصات چهره نگاری با همون چیزایی که شاهد گفته مطابقت میکنه. بله میدونم با این چیزا نمیشه فرستادش دادگاه. باید اعتراف کنه. اعتراف میکنه. من حالا زنگ میزنم خدمتتون گزارش بیشتر تقدیمتون میکنم. قربان شما. ممنون. شب بخیر. به کی زنگ بزنم بیاد پیشتون؟ مگه مامانم امشب نمیاد؟ نه فعلا نمیتونه بیاد. اوکی. نمیدونم بستگی به خودش داره. مگه چیکار کرده مامانم؟ سلام بیا تو. مادم هم تو رو. بابا تو من بار داشت. حنانه چی شده؟ من نمیدونم.
ننه بابا کجا بودی؟ پیش مامانت بودی؟ حالش خوب بود؟ چی گفتن؟ چرا نرفتی خونه؟ نگفتن که ولش میکنن؟ هم تو قرصاشو خورده؟ کجا بود قرصاش؟ تو آشپزخونه. بریم خونه قرصشو نخورده حالش بد نشه. خودم قرصشو بیارم. نه بابا برو خونه، هرچی وسیله داریم بردار بیار، لباس هر چی که لازم داره بر خودت هم بردار. خب هرچی تونستی بردار بیار، شاید یه مدت نتونیم بریم خونه. آقا بله بابای من اومد اینجا؟ بابات کیه؟ ندیدی بره تو؟ میگم بابات کیه؟ میگی ندیدی بره تو؟ بابا تو رو خدا خواهرم تو ماشینه، ما برمش دستشویی. یا کمک کن بیاریمش پایین، خودم میبرمش. سلام. بردگی؟ چند بار زنگ زدم نبودی، جواب ندادی. خوابم برده. شوهر این زن اومد اعتراف کرد یه قتل گردن گرفت. اما قتل این مرد اونم برای 2 سال پیش. ببینم چی میگه.
برو پایین. ببینشون. برو. بگیر. من چیکار کنم؟ بنویس. من گفتم همه چی به اون آقا. همونه که گفتی بنویس با جزئیات. چی شد درگیر شدی، این چیکار کردی، اون چیکار کرد، همه رو بنویس. من سواد درست حسابی ندارم. ما که نخواستم بنویسی. میتونم با زنم حرف بزنم؟ حرف میزنی. بنویس فعلا. چیزش هم امضا کن. درباره قتل عباس غفاری هر چی میدونی بنویس. شما مثل که نوشتن خیلی خوشت میاد. هی بنویس. من راجع به این عباس چیچی که گفتی هیچی نمیدونم. یعنی صابخونه سابقه تو نمیشناسی؟ فامیلیش یادم رفته بود. شروع کن. همون 2 سال پیش که یارو نیست شد اومدن از ما سوال جواب کردن. ما هم هر چی میدونستیم گفتیم. صبحش گفت منو ببر بانک، منم بردمش. بعدم که دیگه اصلا ندیدم. نمیدونم. حرف نزن. همینا رو بنویس. وقتی تعریفش میکنی نوشتنش سخت‌تر میشه. فکر کنم اینجوری که ادمیت بنویس. بس من چواز کنم. من میخوام بچه‌هامو ببینم. بنویس میگم بیارنش. امضاش نکردی؟ اینو چیکار کنم؟ درباره بدری میرزاخانی هر چی میدونی بنویس. حالا؟ بابا منو 40 روز بردم و تو هر چی میرسن گفتم دیگه. تو رو واسه چی بازداشت کردن؟ من زیاد خونه‌شون میرفتم میومدم. خدا بیامرز مریض احوال بود. من براش میبردم. دریا که میبردم براش. بنویس چجوری شد کشتیش. نکشتم آخه من اصلا موقع تهران بودم اینجا نبودم. چجوری حالتی که نوشتی تموم شد درباره اینا هم هر چی میدونی بنویس. من اینا کیه؟ من نمیشناسمشون. هر کدوم نمیشناسی دروش بنویس. نمیشناسم. نوشتنش تموم شد ببرش. دروغ میگی، چرت و پرت نوشته. با پای خودش بلند شده اومده اینجا اعتراف کرده، نوشته زیرش هم امضا کرده. چرا باید چرت و پرت بنویسه؟ اون نکرده، کار اون نیست. کار کیه؟ من چه میدونم کار کیه. من فقط میدونم این کار از اون بر نمیاد. معمولا این کار از چه جور آدمایی برمیاد؟ فکر نکن اون برای من مهمه. من چند وقتی اصلا هیچ نسبتی باش ندارم. فقط دیگه بابای بچه همه. الان چی کارش میکنین؟ بچه هم چی میشن؟ هیچی دیگه. اعتراف کرده. قصاص حکمش.
بچه‌هاتم تحویل فک فامیلا میدیم، اگه قبول کردن چه بهتر، اگرم نه که تحویل بهزیستی میشن. این که میگی نسبتی نداریم یعنی چی؟ میگی شوهرته که خودش 7-8 ماهی هست ازش جدا شدم. به خاطر بچه ها نذاشتیم هیچکی بفهمه. فقط یه وقتی میاد خونه که مردم حرف نزنن بگن بچه‌اش بابا نداره. دستاتو چرا انقدر میخارونی؟ دستکش دستت نمیکردی مگه؟ دستکش دستت میکردی؟ سر کار چرا؟ دستم میکردم یه وقتا. سر کار پیرستگی کثافت صبح بردمش پاک. برگشتیم مادم برم تو حیاط رخت پهن کنم. خونش طبقه بالا بود. رختا رو پهن کردم اومدم نشسته تو خونه ما. به من گفت این یارو واسه تو شوهر نمیشه. راستم میگفت. گفت طلاق بگیر بزنه من شو. که زمین دارم تو کرج به نامت میکنم، زندگی رو میرزم به پات. اینا رو گفت اومد جلو. من 2-3 بار هولش دادم، زدم تو گوشش، بلکن نبود. هی باز میومد جلو. من نمیدونستم چی کار کنم. یه ذره محکم‌تر هولش دادم، سرش خود لبه دیوار پیر بود دیگه. محمود زر میزنه من کشتم، اون نکشته. اون اصلا خبر نداشت. پس از کجا میدونم؟ خودم بهش گفتم. اون فقط جنازه رو جابجا کرد. فکر کرده مثلا میاد گردن میگیره، اونو میگیریم منو ول میکنه. بس که نفهم. فکر کرده همینجوریه، میاد گردن میگیره و تموم. همیشه همینجوری ها. فقط برده گیم بذاره زندگی من اون 2 بچه. 1000 بار مثلا تهدیدم کرد که میرم میگم بیام بگیرم ببرن، حالا بار نشده اومده اینجا. هرکی میپرستی قسم من نمیخواستم بکشمش. من فقط میخواستم خودم دفاع کنم. این حالا چرا همون موقع نیومدی بگی؟ کی باورش میشد؟ خودم خوندم تو روزنامه یه زنه همین بلا سرش اومده، مهندس یارو نمیدونم میخواسته بهش تجاوز کنه، دست درازی کرده. اومد گفت هیچ حرفشو باور نکرد. آخرم اعدامش کرد. اسمش افسانه بود. نه اون آزاد شد، اعدام نشد. من شنیدم اعدامش کرد. نه آزاد شد. خب من شاهد نداشتم که. فقط بچه‌م همتا تو خونه بود. اون موقع 2-3 سالش بود. بنویس همینایی که گفتی رو. نگو بنویس سر جدت. الان محمودو ول می‌کنین دیگه؟ آره من بیرون هیچکی ندارم مراقب بچه‌ام باشه ها. محمودو بذاریم بره پیش بچه‌ها. من که خودم همه چی رو گفتم، ولش کنین دیگه. چیه اینا؟ از من میپرسی؟ نمیشناسیشون؟ من نه هیچ کدوم اینا رو نمیشناسم. دقت کن میشناسی. تو یعنی الان خاله شوهرتو نمیشناسی؟ من اصلا نمیتونم نگاه کنم به اینا. بگم بچه‌هات بیان. اینجا؟ آره بگم بیا. نه من مامانم رو ببینم. تو رو خدا یه لحظه باید بهش ازش یه سوالی بپرسم. مامانت نمیخواد تو رو ببینه. بهش گفتم گفت نه. یعنی چی؟ مامان مادرم
میخواد ما رو با خودش ببره. چرا نمیرید باهاش؟ برید دیگه. نکن اینطور. مامان چرا اینطوری میکنی؟ حنانه ما هیچ جا نمیریم. ما بدون مامانم هیچ جا نمیریم. مگه بابام نگفت کارمون بوده؟ دیگه با مامانم چیکار داریم؟ فعلا هر دوتاشون باید بمونن. با مادر بزرگتون بریم بهتره. ما هیچ جا نمیریم. تو فامیل کسی دیگه ای هست که بشه بهش زنگ زد؟ یعنی چی آقا؟ من مادر بزرگشونم. میدونم خانم. فعلا که میبینین با شما نمیخوان بیان دیگه. خب پس کجا میرن؟ جایی رفتن خبرتون میکنه. بفرمایید. چی کار میخوایم بکنیم؟ میریم خونه خودم. آخه مطمئنی؟ اذیت نمیشی؟ مامانم کی میاد؟ دروغ که نمیخوای بهت بگن. نمیدونم. فعلا باید بمونه. من جای شما بودم میرفتم خونه مامان بزرگه. بالاخره خونه مامان بزرگ آدم دیگه. گناه داره طفلی. شاید رفتن خونه مادر بزرگشون. آدرسشو داری؟ نه. اگه حنان اومد بهش بگو حتما بیاد سر تمرین. چیزی تا انتخابی تیم ملی نمونده. باشه حتما بهش میگم. خداحافظ. خداحافظ. حنانه به دوستت گفتم رفتید خونه مادر بزرگت اینا. گفت بهت بگم بری سر تمرین واسه انتخابی. مامانم گفت شب شام بیاین پایین. اصلا خودم براتون میارم بالا. پس من رفتم. خداحافظ. سلام. سلام. مامانمو نیاوردی؟ بس کن. بس کن. این بچه چرا ناله میکنه؟ بدنش درد میکنه. بعد بره کار درمانی. مامانم همیشه میبردش. یعنی چند روزه نرفته. باز کن. چرا نمیخوری ها؟ تا الان که میخوردی. بخور هم تا. نگم گرم زدی به تمام لباسات. من میخوام لباسه همتا رو عوض کنم. شما هم برین دیگه. آقا کی میذاری مامانم بیاد؟ واقعا نمیدونم.
ماما چند هم نمی‌کنی؟ بخشید استاد. برو نفر بعد ببینم. چی؟ تمرین نکنم؟ چرا؟ حالم خوبه نیست. چی نگاه می‌کنی؟ خوب نیست؟ چیکار کردی همتا؟ چرا انقدر اذیت میکنی؟ اشکال نداره عزیز دلم، اشکال نداره. الان کنی میشی، مثل دست گل میشی. آب سرده، الان گرم میشه. گرم شد، دیدی گرم شد؟ گرم شد. اونا ما رو میبینن؟ نه خانم. صدامو؟ نمیشنون. راحت باشین. خب فکر کنین کدومشونه؟ چه جواب نمیده خانم؟ شماره 4. شما مطمئنین؟ آره خودشه. الان یه هفته است که قیافش صبح تا شب جلوی چشامه. همونطور که سری قبل گفتم اصرار داشت که من آب میوه رو بخورم، ولی فهمیدم سوراخه. گفتن حتما یه چیزی توش ریخته. زود از ماشین پیاده شدم. تا کی همینجوری میخوای من اینجا نگه داری؟ چرا به حرفای من گوش نمیدی؟ چرا تکلیفم روشن نمیکنی؟ خب حرف بزن با من. حرف زدن چه فایده‌ای داره وقتی تو خودت نمیخوای حرف بزنی؟ اسم تو چرا عوض کردی؟ فرخنده مگه اسم بدیه؟ نه من دوستش نداشتم. اون روز که زدی به ماشینم یادته؟ گفتی بذار برم، اینجا یه آدمی کشته شده. نگفتی مرده، گفتی کشته شده. خب آدم ها تو تصادف کشته میشن دیگه. من اصلا تصادف نکرده بود. من فکر کردم تصادف کرده. هفت تا زن به قتل رسیدن، نه 8 تا. امروز هم یه جسد دیگه پیدا شده. چند تا جنازه دیگه باید پیدا شه تا تو حرف بزنی؟ خودت داری میگی امروز یه جنازه پیدا شده. من که چند روز اینجام. گفتم جنازهش امروز پیدا شده، نگفتم امروز کشته شده. من همون یکی که خبر داشتم گفتم بهتون. محمود هنوز ول نکردین؟ محمود کمکت میکرد نه؟ گفتم که محمود اصلا خبر نداشت. تو کشتن اون 8 تا زن محمودم بهت کمک میکرد. من میگم همون یکی هم خبر نداشت. تو میگی اون 8 تا کدوم 8 تا؟ ببین اگر نخوای اعتراف کنی محمودو که نمیتونم ول کنم. بچه‌هاتم مجبور میشم بفرستم همون جایی که بهت گفتم. چون نمیرم خونه فک فامیل، نمیرم خونه مادر شمام، نرفتن. تو رو خدا اونجا نذاریم برن. الان کجا هم بچهای من؟
برم الهی. میخوام یه ماکارونی خوشمزه برای هم دو جونم درست کنم. جان آره دوست داری؟ حنان بلند شد دیگه مادر. پا شدی؟ باریکلا دخترم. بلند شو. میخوام یه ماکارونی خیلی خوشمزه درست کنی. با چه خونه زندگی دارم که صحبت خواهیه. بلند شو قربونت. چی کار داری میکنی؟ چی کار میکنی مامان؟ میخوام ببرم بشورم اینا رو. نمیخوام بشوری. میخوام بوی مامانم توش بمونم. خب باشه اونو نمیشور. جنازه زنی که امروز صبح پیدا شده زمان قتلش 2 روز پیش بوده. این 7 نفر قبلی کشته شده. یا آب میوه بهش دادن بیهوشش کردن، یه پلاستیک کشتن سرش، دستشو از بالا تا پایین با چسب بستن، مثل اینکه می‌خواستن مومیاییش کنن. بعدم طلاهاشو دزدیدن. ولی 2 تا فرق داره. یکی اینکه جوونه نسبت اون 7 قبلی، و دومی که گزارش کالباچکوفی میگه که بهش تجاوز شده. تو از کجا میدونی؟ گزارش کفی ماشین چی شد؟ اونم گرفتم. لکه رو کفی ماشین همون آب میوه‌ای که داروی بیهوشی توش بوده. جهنم. دستورش از قاضی پرونده میگیرم. رسانه‌ای کن مظنون قتل 7 زن رو گرفتیم. مگه نگفتی تا اعتراف نکرده؟ الان دیگه فرق میکنه. همه باید بدونن. تماس بگیر، چه میدونم نامه بزن، رادیو، تلویزیون استانی، روزنامه‌های محلی، هر کی. به چند نفرم زبونی بگو، خبرات همه دهن زودتر میچرخه. چند بودیم؟ 60. اما آخه چراغ یهویی. بابا یهویی چیه؟ مگه نمیگه به 8 تجاوز شده؟ یعنی 2 تا قاتل داریم دیگه. یکیش احتمالاً اینه که اینجاست، اون یکی هنوز بیرونه که مرده. از همین روش داره استفاده میکنه قتلاشو بندازه گردن اینی که ما گرفتیم. بعد اعلام کنیم قاتل زن رو گرفتیم که قاتل مرد دیگه نتونه از همین روش استفاده کنه. شاید دیگه کسی رو نکشت. ولی لااقل امیدوارم. یعنی هنوز مطمئن نیستیم اینه که گرفتیم قاتله. چی شده نورا؟ مامانته. من عکسشو میشناسم. خودم صورتشو نقاشی کردم. اول اسمشم که اول اسم مامانته. بیا ناهید. دست درد کنه مامان. آره بچه‌م بدنش خوش شده. باید میبردم پاهاشو عمل میکردم. خیلی هم دیر شد. تو نمیتونی کاری براش بکنی؟ به مددکاری میسپارم، شاید بشه یه کاری کرد. تکلیف این بچه هرچی زودتر روشن شه بهتره. اونی هم که نمیذاره تکلیفشون روشن بشه لابد منم دیگه. ها منظورت همینه؟ دقیقا منظورم همینه. آره. تا نگی طلاها رو چیکار کردی تا اعتراف نکنی همه رو پادر هوا نگه داشتی. خودت، بچه‌هات، شوهرت، همه رو. تو نگران پادر هوایی خودتی یا بچه‌های من کارم همینه. اعتراف کنی یا اعتراف نکنی فرقی نمیکنه. من دارم کارم رو انجام میدم. با همین پرونده هم که اصلا بفرستیم دادگاه فرق نمیکنه. انگار اعتراف کردی. خودت میدونی که همه اون مدارکت بدون اعترافش ارزشی نداره. اینکه من چیزا رو بدونم عادیه. ولی که تو همین چیزا رو میدونی خیلی جالبه.
از قبل فکر همه چیو کردی. میدونم چی تو سرته. الان داری فکر میکنی خیلی روش زیاد شده، باید یه جوری حالشو بگیرم. داری فکر میکنی وقتشه بچه‌مو بگیری ببری، نه؟ آره دیگه، بیا بگیرش. بیا ببرش. من اینجا با کسی خصومت شخصی ندارم. فقط باید یه چیزی فهم نباید بذاری بچه‌ام زیر دست مادرم. نمیخوام اینا اینجوری که من بزرگ شدم بزرگ بشم. میگم وایسا. داداش که منم چی میگم؟ نمیخوام مامانو ببینم. باید ببینمش. باید باش حرف بزنم. خیلی خوب خیلی خوب خیلی خوب، آروم باش. ببرش مامانشو ببینم. اینایی که میگن راسته؟ اما چرا انقدر بیحاله؟ مامان خب وقتی بغلش کردم هی ناله میکنه. چشه این بچه؟ مامان جواب منو بده. ببین اینجا چی نوشته؟ نانه تو فقط یه چیزی رو باید بدونه که من هر کاری کردم به خاطر شما کردم، به خاطر تو هم تو هم باید بدونه. خب من عاشقتونم. همین چون عاشقمون بودی رفتی آدم پشتی؟ مگه اونا با ما چی کار کرده بودن؟ مامان مگه اونا با من چی کار داشت؟ برای چی کشتی؟ برای پول؟ اینجا نوشته طلاهاشونو میدزدیدی. برای چکی که برای بابا دادی طلاهاشونو میدزدیدی؟ مگه اونو چکا نگرفتی؟ خودت گفتی همه چی تموم میشد. بعدش تموم شد اون خانمه رو که اوی سوار ماشین شد. من فهمیدم رفتیم یه جای خلوت، ولی فکر کردم دارم خواب میبینم. چرا فرار نگردی ها؟ کاش رو گازو باز میذاشتی صدایمون میمردیم، ولی الان اینجا نبودی. تو خیلی مامان بدی هستی. اگرم ما رو دوست داشتی این کارا رو نمیکردی. دیگه دوستت ندارم مامان. نکن اینجوری دخترم. بیا اینجا. هنانه رو تو بر نگردون از من. هنانه رفتی سراغ اون پیرزنه تو از مامان سراغی بدت میومد. میخواستی این مامان خودت داشتی از اون بدتر شدی. فقط دیگه نگو هر کاری کردی واسه ما کردی. الان همه از اون بدشون میاد. همه از اون متنورن. الان من همه باید چیکار کنیم ها؟ نه
کجا انداختیش؟ همینجا بود فکر کنم. من اومدم ماشینم اینجا پارک کردم ولی دیگه کشیدمش از اینجا بردمش پایین انداختم پشت اون درخت. بهم نشون بده دیگه. اومدم اینجا وایسادم، رو صندلی عقب بود دیگه، سرش این بود. بعد گوشواره اینا داشت کردم، من بزرگ داشت اینا رو باز کردم. کجا گذاشتی طلاهاشو باز کردی؟ طلاها رو باز کردم گذاشتم اونجا بغل صندلی که بعد اومدم بالا دوباره برش داشتم. بعد دستم انداختم اینجوری اینجا زیر دو تا کتفاش بلندش کردم. قشنگ نشون بده چطوری؟ واقعا نمیتونم که دستبندشو باز کن. خب بگو. دستم انداختم اینجاش زیر دو تا کتفاش بلندش کردم. خیلی سنگین بود اصلا نمیتونستم به زور کشوندمش اینجوری. اومدم اصلا ول میشد، سنگین بود دیگه. اومدم اینجا دستم چسب و شمال توی ماشین آوردم، ماشین کشیدم سرش جوری چسب پیچیدم دور سرش 10-12 پیچیدم، دستشم اینجوری تو آره جانم پیچیدم. بعد دیگه دوباره بلند. قبلش نفس داشت یا تموم کرده بود؟ نه دیگه من همون موقع که بیهوش شده بود که با روسری خفش کرده بودم، نیم ساعتی گذشته بود. خب ادامهش؟ دور بلندش کردم اینجوری. آره خور سنگ مونده بود، پاش گیر میکرد این سنگ منگا، لگی کفشش هم در اومد که دیگه من بعدن اومدم کفشم رو پرد کردم. از همین شیبه اومدم. خیلی چقدر طول کشید تا اونجا بردیش؟ ای میذاشتمش زمین، نمیدونم دقیق ولی ای میذاشتمش زمین، هی دوباره بلندش میکردم. مامانت اصرار داشت دفترشو بدم به تو. اینم باقی وسایلش. چیز دیگه ای نگفت؟ نه، آخرین چیزی که ازم خواست همین بود. تموم شد؟ نه تموم نشده، یه قاتل دیگه بیرونه. منظورم اینه که کارتون با من تموم شد؟ بله. حنانه بابات 3-4 ماه دیگه میاد بیرون. تو این مدت اگه کاری داشتی یا چیزی خواستی به من زنگ بزن. خب
سلام.